در شهر بندری کراچی پاکستان حزب دنیوی جنبش متحده قومی MQM در پی یک عملیات پلیس در دفترش به قطع تجارت در سراسر شهر دعوت کرد. در نتیجه بسیاری از قسمت‌های شهر دچار مشکل شده، مغازه‌ها کار نکردند. پلیس میگوید در نتیجه عملیات در دفتر حزب چند نفر دستگیر و چندین میل سلاح غیر قانونی مصادره شده است. جنبش متحده قومی هر نوع کوتاهی را از طرف خود رد می‌کند. در شهر تفلیس پایتخت گرجستان نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی به یادداشت تفاهم با طلب تغییر نظام انتخاباتی کشور امضا کردند. آنها از دولت خواستند به نظام نمایندگی برابر گذارد تا سهم هر بخش گرجستان در پارلمانش وابسته به فیصد اهالی آن منطقه در جمع اهالی کشور باشد. در قرقیزستان بانک ملی نمایشگاه تاریخ تنگه‌های این کشور را باز کرد. در نمایشگاه بیشکک از جمله سکه‌های عصر میانه و هم تنگه‌های روسیه و زمان شوروی به معرض تماشا گذاشته شده اند. قرقیزستان در سال 1993 از بین کشورهای آسیای مرکزی نخستین شده پول ملی خودش سام را به معاملات برآورد.